عرض ادب و احترام بیننده‌های عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین و با یه آنباکس خفن دیگه در خدمتتون هستم. امروز براتون گلکسی بادز 3 پرو رو آوردم از برند سامسونگ و خب این از ارزش به بازار یه مدتی میگذره. خب من با تأخیر خریداری کردم، حالا به دلایلی، چون که چند تا هندزفری داشتم، ولی اینکه خالی از لطف نیست با هم دیگه بازش کنیم ببینیم که داخل جعبه محصول چیه. و حالا من با گارانتی آوینتل خریداریش کردم. دستگاه خیلی خوب و خفنیه، مخصوصا اگر از اکوسیستم سامسونگ استفاده میکنین که اصلا دیگه فوق‌العاده میتونید کاربری داشته باشین. اگر هم استفاده نمیکنین، از برنامه برای گوشه دیگه، از برنامه ویر که برای سامسونگ چند تا برنامهش مکملشه نصب میکنین داخل گوشی شیائومی اگه دارین یا آیفون دارین و میتونین از این در واقع هندزفری فوق العاده استفاده رو ببرین. این که همونجوری که میبینید کاملا دستگاه پلمپه و پلمپش رو با هم دیگه باز بکنیم. آرزو میکنم هر کدومتون که دلتون میخواد بتونید دستگاه رو خریداری بکنید و با دلخوشی و سلامتی استفاده کنید. این در واقع دستگاهیه که خب کیفیت صدای خیلی خوبی بهتون میده، نویز کنسلینگ خیلی فوق العاده ای داره و اینکه خب این خود محصوله بذاریم کنار. داخل این باکس یه چیزایی هست، فکر کنم طبق معمول همیشه هدفونا خب سری سیلیکونی و کابل تایپ سی باید باشه. بله، یه کابل دو سر تایپ سی عین محصولات خود سامسونگ داخل محصول برای شارژ. و اینکه خدمتتون عرض شود اینم سری‌ها هستن، سری‌هایی که سری‌های سیلیکونی. و اینجا دیگه فقط اینستراکشن و هم در واقع کویک استارت گاید برای راه اندازی سریع دستگاه استفاده میشه که معمولا مثلا خوندم نمیشه. میتونم برای صرفه‌جویی از این کاغذم نذارم که این کاغذم علیه استفاده نشه. خب من اینا کنار بذارم، بریم برای خود محصول که ببینیم داخلش چی هست و چی داره. اینجا که دیگه چیز خاصی نیست، اینو میذاریم کنار. خود محصول بچه‌ها کیفیت خوبی داره در کل و فعلا که در نشون میده ایندیکیشنش که شارژ کافی رو نداره. دو تا LED نوار خیلی بلند داره که خیلی قشنگن، من خودم خوشم میاد. اگه دقت کنید الان روشن میشه فکر کنم. ارگونومی خیلی خوبی هم دارن اینا و خیلی سبکه بچه‌ها، چند زلی طراحی شده و همینجوری که میبینید میکروفونایی که توش تعبیه شده نویز کنسلینگ بسیار بسیار قوی داره و اینکه یه طراحی خاصی داره، اصلا هم شبیه ایرپاد پرو اینجور چیزا نیست، به جرات میگم کلا متفاوته. و اگه دوست دارین بخرین بچه تو خرید شک نکنین، خیلی دستگاه با کیفیت و فوق العاده ایه. تو جاشم خیلی راحت این علامتی که داره قرمز انتهای خود ایرپاد میبینید و اینجا هم یه قرمز داره که با هم دیگه به راحتی میتونید مچ کنید. این آبیه و اینجا هم آبی داره، آبی فیروزه‌ای تقریبا رنگش. اینجا وصل میشه و به این صورت میتونید ازش استفاده کنید. تا جایی که میدونم، البته خب کیفیت صداش اینا رو نمیتونم بذارم براتون، ولی چیزی که من میدونم فوق العاده با کیفیت محصول و قابلیت خیلی خوبی هم داره. حالت امبینت ساوند داره که صداهای محیط رو براتون به راحتی قابل شنیدن میکنه بدون اینکه بخواید دستگاه از گوشتون خارج کنید. یا اینکه اکتیو نویز کنسلینگ داره، خود نویز کنسلینگش جوریه که صداهای اضافه محیط رو کلا براتون حذف میکنه. اگه شما شروع کنید به حرف زدن خودش اتومات تشخیص میده، موزیک رو پاوز میکنه و شما به راحتی به حرف زدنتون ادامه بدید. یه سری قابلیت خیلی خوب و خفنی داره که آرزو میکنم هر کدومتون دوست دارین بتونید خریداری کنید و با دلخوشی استفاده کنید. بچه‌ها باهاتون خداحافظی میکنم. لطفاً لایک و سابسکرایب چنل رو فراموش نکنید.
همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.